این منم و اینم موتورمه، ولی زمان الان نیست. این یه خاطره است از سال 1403 که توی زمستون من یه تصادف وحشتناک داشتم به خاطر کیفیت افتضاح لاستیک‌های ایران یاسا و از همون موقع پیگیر این بودم که فلاپ‌های این موتور یعنی کیوی 249 این رو تهیه کنم. من حتی یه پرونده شکایت توی شرکت نیکران دارم و از اون طرف تا حالا 2 بار ثبت سفارش کردم که فلاپ‌هایی که مشکل داشته شکسته داغون شده رو برام بفرستن و بعد از این همه مدت هنوز که هنوزه هیچی به هیچی. نه نمایندگی فروش گردن میگیره، نه نمایندگی تعمیرات گردن میگیره، نه نمایندگی های قطعات تهران گردن میگیره. هیچ کس قطعی از این موتور نداره، هیچ کس سفارشی از قطعی این موتور نمیگیره، نه قطعی هست، نه تعمیراتی هست، نه هیچی. واقعا از کسایی که وقتی که موتور میارم از خونه بیرون ازم میپرسن که این موتور چیه، چقدر خوشگله، قیمتش چیه، اسمش چیه، دوست دارم بخرن، میخوام واقعا از همینجا بگم نخرید، نکنید. واقعا یه دونه 125 بخرین واقعا شرف داره، واقعا شرف داره، چون که وسیله نقلیه رو وارد کشور میکنن ولی هیچ ساپورتی نیست، هیچ پشتیبانی نیست، هیچی. واقعا باخته خرید این موتور.